درود، وقتتون بخیر. امروز اومدیم با یه ECU دیگه، ECUی که همه همکاران خیلی عاشقش هستن، خیلی ازش خوششون میاد و سرطان ECU LZNF که روی پراید کویک تیبار نصب شده و این ECU ها باگ های زیادی داره. بعضا با ریمپ یه درصد کمی خوب میشه، ولی در اصل باید با ECU های زیمنس شبکه سوکت به سوکت تغییر میکنه و شما ECU زیمنس میندازین روش رو، بعد مپش میکنین و کارهای دیگرش رو انجام میدین. و توجه داشته باشین که روی ECU های LZNF خیلی ها کار نمیکنن اصلا. از انتخاب قطعه ECU LZNF رو انتخاب میکنیم برای حذف ایموبیلایزر یا نو ایمو کردنش. کلیک سمت راست رو میزنیم، تو قسمت بافر سرچ میکنیم 0F.20/28 سرچ میکنیم، ما رو میاره به اون قسمت. یه ردیف میریم بالا، این اون بالا موند، این پیدا شد. ما یه ردیف میریم بالا، این صفریه که بالا شو تبدیل میکنیم به 2-0 و بلا فاصله ریختن برنامه رو میزنیم. در ECU های LZNF به هیچ عنوان چکسام گیری نکنید، چون اتفاق افتاده وقتی چکسام میگیرید چراغ ایموبیلایزر چشمک میزنه یا بعضی مواقع رله دوب تق تق میکنه، صدا داره و هر کاری هم میکنید ماشین روشن نمیشه. تنها راهش اینه که ECU رو جیتک کنی، حتی بیای تو انتخاب تبدیل بزنی و هر کاری انجام بدی ماشین روشن نمیشه و باید حتما جیتک بکنید و یه فایل خام بریزی روش تا ماشین روشن بشه و حالا دیگه کارهای دیگه دوباره روش انجام بدی و مجدد دانلود بزنی.